دماداویه دتاوایا نافگین و پلاتفورمن راگهاندنه ده دو نوچهین بویرنگی بلاو بونه. نوچه یکم آنها امریکا وکی ناف بینکار شرط و مرجن ترکیه به حسده رادگهینه. ترکیه شردانیه دوی حسده 3 کیلومتری جسینور بشونده وکشه و پاشه لسرانسری سینور خالن هفش این ارتشا ترکیه و ارتشا حکومت شامه بین آوا کرنه. نوچه دویم دوجه دران بروجنامه میدل ایستا بریتانی دایه زانین آنها دانستاندن روس و ترکان دومن جبو که دوان هفته این بیده اپراسیونک لشکریا بچوک به انجام دان و شروان کرد جروجاوای چم فراتی بین بدر کرنه. هر دو نوچین بوری به تو هاوی خوناس پیرندا خویانین فرمی و مروف یکسر دکاره ببیجه اب هر دو نوچه جبر قلمامی تا ترکیه درکتنه. 3 فاشیستین ترک اف نوچه بلاف کرنه. نوچه یکم که بحثا شرط و مرجن ترکیه و ناف بینکاری امریکای دکه فرماندار گشتی یه هزه سوریه دموکراتیک حسده مظلوم عبدی جکوک ورد کر و پشتراست کر که تشتکی بویرنگی تونه. وکی دن دمام روف لجدرا نوچه ودگره دبینه که روزنامه حریت یا راست گیری دای دولتا ترک بلاف کریه. دانر نوچه بخوشی عبدالقادر سلوی پیای دولتیه که فاشیستکی ترک ایناس کریه. او جو پروپاگاندایا اکپای پیوه به تو کارکی دن رانابه. نوچه دویم جی که بحثا اپراسیونک لشکریا بچوک دکه و دو روزنامه میدل استیدهاتیه بلاف کرن دو روزنامه گرن ترک این بناوه لوند کمال و راغب سویلو دانیه. اف هر دو روزنامه گرن نافبوری دمام روف چاوه که لحساب وان این مدیای جواکی دگرینه تخمین دکه که هر دو جی بردفکن فرمی ین وزارتا بروانیا ترکیه ینه. لهم بر توایا هیزین کردی بکینو رکن. لوند کمال بری کارمند آژانس آنادولیا میتا ترکیه بو و راغب سویلوجی کارمند روزنامه صباح یا دولت بو. اف هر 3 فاشیست نافبوری که سراقت شاباشانج اردوگان را دفرینن و کیفا خواه برجاندنا خوینا کردان دینن لپایوان هر دو نوچهین دره و سختنه که بفرمانا دزگهن دولت نویسینه و بلاف کرنه. بالکیشه که دزگهن کردی جید ناف ده پرانیا نافگین راگهاندنه ین حریمی و جیهانی اف هر دو نوچهین هان دوباره و 3 باره بلاف کرنه. لگورته جبو که راستیا نوچهین سخته ین بویرنگی به اشکره کرن پیوسته مکانیزمایی که چاوا بیدانین و شوپاندن نیرین اخوه بمره پارو بکه.